دوستان سلام، سیامک اسلامی هستم از محتوا 20. ما برای فروشگاه‌های آنلاین محتوا تولید می‌کنیم. تو این مطلب قصد دارم 5 تکنیک محتوای پولساز برای فروشگاه‌های آنلاین رو خدمتتون توضیح بدم. این روزا دیگه صرف داشتن فروشگاه اینترنتی به تنهایی مزیت رقابتی محسوب نمیشه. حالا این فروشگاه تو هر قالبی میتونه باشه: وبسایت، وبلاگ، شبکه اجتماعی، ویدیو، یوتیوب، فیسبوک. البته اینا شرط لازم هست ولی کافی نیست. چیزی که شما رو از رقیب متمایز میکنه محتواییه که میسازید و خلق میکنید. میگن که محتوای درست میتونه مخاطب سرد رو به مشتری گرم تبدیل کنه و مداومت و تکرار این محتوای خوب برند شما رو توی ذهن مشتری حک کنه. توی این مقاله شما یاد میگیرید با 5 تکنیک عملی محتوایی تولید کنید که فروشگاهتون رو ماشین درآمدزایی تبدیل کنه. محتوای پولساز چیزی نیست جز رعایت نکاتی که این مطلب به اونها اشاره میکنه. با به کارگیری همین نکات که بعضیشون هم ساده و پیش پا افتاده هستن، شما محتوای پولساز رو خلق خواهید کرد. تکنیک اول، داستانگویی در صفحات محصول. مشتری‌ها فقط مشخصات فنی نمیخوان، اونا میخوان بدونن که این محصول چه تغییری تو زندگیشون ایجاد میکنه. به جای متن خشک، داستان کوتاهی از مشکل مشتری و راه حل محصول خودتون رو تعریف کنید. مثلا این کوله پشتی ضد آب برای کسی طراحی شده که هر روز با دوچرخه به محل کار میره و نگران خیس شدن وسایلشه. چنین متنایی باعث میشه کاربر خودش رو تو موقعیت داستان ببینه و راحت‌تر خرید کنه. مثال عملی: فروشگاه دیجی کوله در صفحه محصول کوله پشتی ضد آب خودش رو به جای نوشتن دارای پارچه ضد آب و زیپ وایککه اینطور شروع کرده: این کوله پشتی برای کسی طراحی شده که هر روز با دوچرخه به محل کار میرود و بارها وسایلش زیر باران خیس شده. نتیجه این شد که نرخ خرید این محصول 40% بالاتر از محصولات مشابه شد. نکته طلایی: در بخش توضیحات محصول از عکس‌های قبل، بعد، تجربه واقعی مشتری و حتی ویدیوهای کوتاه استفاده کنید تا داستانتون زنده بشه. تکنیک شماره 2، تولید محتوای آموزشی رایگان. یکی از بهترین راه‌ها برای جلب اعتماد آموزش رایگانه. وقتی آموزش میدید در ذهن مشتری به عنوان یک مرجع شناخته میشید و احتمال خرید از شما بالا میره. مثلا اگر فروشگاه ورزشی دارید میتونید مقاله‌ای مثل 5 تمرین ساده برای فرم دادن به شکم یا راهنمای انتخاب کفش دویدن بنویسید. مثال عملی: فروشگاه سبز مارکت که محصولات ارگانیک میفروشه هر هفته در بلاگ استور خود دستور پخت‌های سالم میذاره. در انتهای هر دستور پخت لینک خرید مواد اولیه از فروشگاه خودش هم میذاره. این کار باعث شد که بازدید وبلاگش 2 برابر بشه و فروش مواد اولیه همون دستورها 3 برابر. نکته طلایی: در انتهای مقاله محصولات مرتبط رو معرفی کنید. این کار فروش مستقیم نیست اما مسیر خرید رو برای مشتری کوتاه میکنه. تکنیک شماره 3، استفاده از محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC. نظرات، عکس‌ها و ویدیوهای واقعی مشتری‌ها قدرتی داره که هیچ تبلیغی نداره. کاربران به تجربه همدیگه بیشتر از تبلیغات شما اعتماد میکنن. صفحه‌ای در سایت یا شبکه اجتماعیتون بسازید که مشتری‌ها تجربه هاشون رو تو اون به اشتراک میذارن. حتی میتونید مسابقه برگزار کنید که کاربرا عکس، ویدیو با محصول برای شما بفرستن. مثال عملی: فروشگاه کودک شاپ مسابقه گذاشت هر پدر و مادری که عکس یا ویدیو از کودک خود با یکی از اسباب بازی‌های خریده شده بفرستد در قرعه کشی کارت هدیه شرکت میکنه. در کمتر از 2 هفته بیش از 300 عکس و ویدیو دریافت کرد و صفحه محصولش با این UGC ها پر شد. نرخ تبدیل 2.5 برابر شد. نکته طلایی: به مشتریانی که محتوا ارسال میکنن کد تخفیف بدید. این گونه هم انگیزه ایجاد میکنید هم اونا رو دوباره به خرید برمیگردونید.
تکنیک شماره 4: محتوای ویدیویی کوتاه و کاربردی. طبق آمار هابسپات ویدیو نرخ تبدیل رو تا 80% افزایش میده. برای هر محصول یک ویدیوی 30 تا 60 ثانیه‌ای بسازید که محصول رو در حال استفاده نشون میده و در همون چند ثانیه اول درد مشتری رو مطرح میکنه و سپس راه حل نشون میده. این ویدیوها رو تو صفحه محصول، اینستاگرام و حتی تبلیغات پولی خودتون قرار بدید. مثال عملی: فروشگاه تجهیزات خانگی نوین برای هر وسیله آشپزخونه ویدیوی 45 ثانیه‌ای تهیه کرد که نشون میداد محصول چگونه در زمان کم غذا رو آماده میکنه. این ویدیوها رو تو صفحه محصول اینستاگرامش گذاشت و فروش ماهانه اون دسته محصولات تا 70% افزایش یافت. نکته طلایی: ویدیوها رو تو حالتها و وضعیتهای عمودی و افقی بسازید تا در همه پلتفرم‌ها به خوبی نمایش داده بشه. زیرنویس فارسی هم فراموش نشه، چون بسیاری از کاربران بدون صدا ویدیو رو می‌بینند. و اما تکنیک پنجم: کمپین محتوای احساسی. احساسات موتور محرک خرید هستند. محتوای شما باید با ارزش‌ها و احساسات مخاطب همخوانی داشته باشد. مثل حمایت از محیط زیست، صرفه‌جویی در زمان، امنیت خانواده. مثلا یک فروشگاه پوشاک میتونه کمپینی درباره لباس‌های دوستدار محیط زیست راه بندازه و در متن‌ها و تصاویر این حس رو منتقل کنه. مثال عملی: فروشگاه پوشاک اکو فشن کمپینی با شعار هر خرید شما مساوی کاشت یک درخت اجرا کرد. در محتوای خود ویدیوهایی از درختکاری تیمش نشان میداد. مشتریان احساس کردن با خرید لباس به محیط زیست کمک میکنن. نتیجه این شد که نرخ بازگشت مشتریان بر اساس آمار 50% بالاتر رفت. نکته طلایی: از تیترهای احساسی در ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و بنرهای سایت استفاده کنید تا توجه مخاطب جلب بشه. و اما بخش پایانی مطلب: ترفندهای تکمیلی برای محتوای پولساز. کلمات کلیدی درست انتخاب کنید. در عنوان، زیر عنوان و متن از کلیدواژه‌هایی مثل افزایش فروش آنلاین، محتوای فروشگاهی، راهنمای خرید به صورت طبیعی استفاده کنید. لینک داخلی بدهید. بین پست‌های آموزشی، صفحات محصول و مقالات مرتبط لینک بزنید تا کاربر بیشتر در سایت بمونه و گوگل ساختار سایت شما رو بهتر بفهمه. تصاویر بهینه شده استفاده کنید. عکس‌های با کیفیت ولی کم حجم با متن جایگزین دارای خاصیت آلت مناسب بارگذاری کنید تا هم سرعت سایت افت نکنه و هم سئو بهتر بشه. CTA واضح بذارید. CTA همون کال تو اکشن یا دعوت به اقدام. همیشه بعد از هر مطلب یک دکمه یا لینک واضح برای اقدام، خرید، ثبت نام یا مشاوره داشته باشید. جمع‌بندی: این 5 تکنیک ساده اما قدرتمند به شما کمک میکنه محتوایی بسازید که نه تنها دیده بشید بلکه بفروشید. از امروز یکی از این روش‌ها رو در فروشگاه خود پیاده کنید و نتیجه رو بسنجید. ترکیب چند تکنیک اثر چند برابری خواهد داشت. آیا می‌خواید فروشگاهتون به ماشین تولید فروش تبدیل بشه؟ خب و اما بخش پایانی: ترفندهای تکمیلی برای محتوای پولساز. کلمات کلیدی درست انتخاب کنید. در عنوان، زیر عنوان و متن از کلیدواژه‌هایی مثل افزایش فروش آنلاین، محتوای فروشگاهی، راهنمای خرید به صورت طبیعی استفاده کنید. لینک داخلی بدهید. بین پست‌های آموزشی، صفحات محصول و مقالات مرتبط لینک بزنید تا کاربر بیشتر در سایت بمونه و گوگل ساختار سایت شما رو بهتر بفهمه. تصاویر بهینه شده استفاده کنید. عکس‌های با کیفیت ولی کم حجم با متن جایگزین به عبارتی آلت مناسب بارگذاری کنید تا هم سرعت سایت افت نکنه هم سئو بهتر بشه. CTA واضح بذارید یا به عبارتی کال تو اکشن و دعوت به اقدام. همیشه بعد از هر مطلب یک دکمه یا لینک واضح برای اقدام، خرید، ثبت نام، مشاوره داشته باشید. و اما بخش جمع‌بندی مطلب: این 5 تکنیک ساده اما قدرتمند به شما کمک میکنه محتوایی بسازید که نه تنها دیده بشین بلکه بفروشین. از امروز یکی از این روش‌ها رو تو فروشگاه خودتون پیاده کنید و نتیجه رو بسنجید.
ترکیب چند تکنیک میتونه اثر چند برابری داشته باشه. شما اگه میخواین فروشگاهتون رو به ماشین تولید و فروش تبدیل کنید، میتونید به مطالب ما تو سایت مراجعه کنید. ما محتوای فروشگاه آنلاین تولید میکنیم. برای اینکه در مورد استراتژی محتوا اطلاعات کسب کنید، میتونید با ما مشورت کنید. آدرس و شماره تلفن ما تو سایت و در صفحه ارتباط با ما موجوده. سپاس از شما و خدا نگهدار.